بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى ما امروز درس نو از کتاب الاربعون النوویه آغاز میکنیم، یعنی 40 حديث نووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. يعني 40 حديث نووية از آن الشيخ أبو زكريا يحيى ابن شرف نووي است. در سال 631 هجری تولد شده، 676 هجری وفات کرده است و در برابر این انشاءالله اون حدیث هایی رو میگذاریم که ابن رجب حنبلی علاوه کرده است در برابر اینه که 40 حدیث امام نووی. خب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الحديث الأول يعني حديث يعكم، حديث أول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. يعني از امیر المؤمنین، یعنی امیر مؤمن ها عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند که گفت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میگفت: انما الاعمال بالنیات، یعنی اعتبار عملها وابسته به نیت است، یعنی عملی شما وابسته به نیت شما هست. فهمیدید این چی گفتنیم؟ اعتبار عملها وابسته به نیت است، یعنی عملی تو گرچنده که طبق نشانداد الله و طبق نشانداد پیغمبر باشد، ولی نیت شما اگر نادرست باشد چه عمل شما اعتبار ندارد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که انما الاعمال بالنیات، اعتبار عملها وابسته به نیت است، یعنی شما موافق به همون نیتتان به عملی کردگیتان ثواب میگیرید. و انما لكل امرئ ما نوى، و هر کس را موافق نیتش جزا داده می شود. هر کس را موافق به نیتش جزا داده می شود. اگر نیتش نیک باشد جزای نیک می گیرد، نیتش بد باشد جزای بد می گیرد. اکنون بارک الله فیکم عملا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این پرکتیکی عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان می دهد. یک مثال را می آورد، می فرماید که فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نگاه کنه،
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. و هر کس را که هجرتش به سوی الله و رسول او باشد پس هجرت او به سوی الله و رسول اوست. نگاه کنید بارک الله فیکم، بهترین هجرت کدام هجرت است؟ همان هجرتی که به سوی الله و به سوی پیغمبر باشد. اکنون بارک الله فیکم به سوی الله هجرت کردن، به سوی پیغمبر هجرت کردن، ظاهرا این عمل خوب است. فهمیدید؟ همون وقت هجرتی به سوی الله و هجرتی به سوی پیغمبر را میگیرد، یعنی اجر و ثوابش میگیرد، به شرطی که درونش هم همین خیل باشد. فهمیدید؟ انسان در داخل هم نیت کردگی باشد که من یگان چیز نمیخواهم، مراد از هجرت کردن من از این کشور کفر به کشور اسلامی صرف به خاطر الله و به خاطر یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است گوید، انمون کس چی میگیرد؟ اجر میگیرد. نه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. و هر کس را که هجرتش به سوی دنیا باشد تا آن را به دست آورد، یعنی به قطار مردم هجرت کرده ایستاده است، همه به مدینه رفته ایستادن، برای مثال به کشور اسلامی رفته ایستادن از کشور کفر، این هم به قطار ویها میرود، لیکن مقصدش چی؟ میگویند که در اونجا پول و پیسه بسیار است. او امرأة ینکحها، یا به سوی زنی باشد که او را به نکاح درآورد. یک زن میخواست گیرد و زن گفت من تو را نمیگیرم، تو از این کشوری کفر یعنی از روسیه تو به مصر هجرت نکنی. میکنم گفت هجرت کرد، به خاطر همون زن شده. فهمیدی؟ نگاه کنید این کس چی میگیرد؟ به دنیا، به خاطر دنیا هجرت کردگی، به خاطر زن هجرت کردگی. پس هجرت او به سوی همان چیز است که به سوی همان هجرت کرده است. دیده نوم دنیا را نگرفت، نوم زن ذکر نکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اگر احمد دادگ باشه دو تا عباره را پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند، عباره که هجرتی واقعی و عباره که هجرتی غیر واقعی. کسی که گوش کنید همین عباره های عربی را و نازکیاشو گوش کنید. کسی که به سوی الله و پیغمبر هجرت کند، هجرتش به سوی الله و پیغمبر است. دو بار ذکر شده الله و پیغمبر. و کسی که با دیگر مثلا، و کسی که به خاطر دنیا را به دست آوردن یا زنی را ازدواج کردن باشد، با کدام نیتی که هجرت کرده است، هجرتش به سوی همون است. نام دنیا و نام زن ذکر نشد. برای چی؟ دنیا و زن در برابر هجرت به سوی الله پیغمبر این یک چیزی پسته. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی ورد زبانش نکرد زن چیست، دنیا چیست که تو ظاهرا خودت فریب میکنی، مردم فریب کرده گفت که تو مهاجر هستم، گفته رفتی ایزادی با احتمال مردم تو را جا میکنده اونجا. این کس هجرت کرده اونجا یه هفته نگذشته میبینید که چیکار کرده است؟ زن گرفت سو بیزنس مین شده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نه این حدیث را امام محدثان ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبه البخاری و امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج ابن مسلم قشیری نیسابوری در کتاب‌های صحیحشون که صحیح ترین کتاب‌های تصنیف شده میباشند، هر دو این امام‌ها این حدیثی چیکار کردن؟ روایت کردن. این بود بارک الله فیکم حدیث امروزی ما. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن البردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نكتفي، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.